همزمان با دیدار رهبران آمریکا و چین در پکین، رهبران 26 کشور خواستار بازگشت وضعیت عادی کشتیرانی در تنگه هرمز شدند. این بیانیه از جانب کشورهای چون بریتانیا، فرانسه، بحرین، کانادا، آلمان، ژاپن، قطر و کره جنوبی 14 می صادر شده است. رهبران این کشورها وعده دادند که با استفاده از امکانات دیپلماتی، اقتصادی و نظامی برای حمایت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز تلاش خواهند کرد. این کشورها همچنین خواستار تشکیل مأموریت چند ملتی برای رسیدن به این هدف از جمله عملیات پاکسازی مینه‌ها در تنگه هرمز شدند. در این بیانیه آمده است کشتیرانی باید مطابق با مقررات کنونسیون حقوق بحرهای سازمان ملل متحد و قانون‌های بین المللی آزاد باشد. تنگه هرمز یکی از موضوعهای گفتگوی اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و سی جین پینگ پرزیدنت چین بود. با گفته رئیس جمهوری آمریکا، همتای چینی او مایل است تنگه هرمز باز بماند و برای دستیابی به توافق با ایران پیشنهاد کمک داده است. تنگه هرمز یک از آبراههای مهم برای کشتیرانی جهانی است. تا آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران 20% نفت جهان از این طریق می‌گذشت. بعد آغاز جنگ ایران گذشتن از این مسیر را عملاً بسته است.